آسون ترین و کم هزینه ترین شیرینی های بازاری که میتونی درست کنی همین 4 تاست. انقدر راحت درست کردنشون که تا چای دم بکشه شیرینی تم آماده شده. این شیرینی زبون که از طعمش نگم براتون، فقط با 2 قلم مواد درست میشه. هیچکی باورش نمیشه که اینا رو خودت درست کرده باشی، انقدر که ترد و خوشمزه میشن. این آموزش رو حتما ببین، به خصوص اگه فر نداری. در ضمن توی این آموزش خبری از تخم مرغم نیست. با اکوکوک همراه باشید تا بریم 3 سوته درستشون کنیم. برای شیرینی اول که مواد اصلیش فقط 2 قلم هست و نیازی به فر هم نداره، یه بسته خامه پاکتی که مقدارش 200 گرم هست و توی یه کاسه میریزیم. یه قاشق زعفران دم کرده به دلخواه میریزیم و مخلوط میکنیم. اگه خامه صورتی در دسترستون نیست، میتونید از هیوی کریم به همین میزان استفاده کنید. حالا 1 و 2/3 لیوان آرد سفید رو کم کم به مواد اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر. از اونجایی که هیوی کریم رقیق تر از خامه پاکتی هاست، ممکنه مقدار آرد بیشتری لازم داشته باشید. پس بهتره آرد رو کم کم بریزید و هر بار خوب هم بزنید. باورش سخته، اما شیرینی که با این خمیر درست میکنید بافت خیلی نرم و عالی داره. در آخر با دست خوب ترکیب کنید تا خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. این شیرینی چون داخلش شکر نداره، ما میخوایم براش شهد درست کنیم. اما شما میتونید برای شیرین کردنش از عسل یا پودر قند هم استفاده کنید. از هر نوع خامه‌ای که استفاده کردید، مهم اینه که در آخر به این شکل بشه. به همین راحتی خمیرمون آماده شد. برای درست کردن شهد داخل یک قابلمه کوچیک 2 لیوان شکر میریزیم و بهش 1 لیوان آب اضافه میکنیم. کمی زعفرون دم کرده، 2 عدد هل پودر شده میریزیم و روی حرارت میبریم تا بجوش بیاد و شکرها حل شه. وقتی بجوش اومد 1/4 پیمانه گلاب بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم با کمک قلمو لبه های قابلمه رو آب لیمو میمالیم. این کار به این علته که شهدمون بعداً شکرک نزنه. مواد باید حدود 10 دقیقه با حرارت کم بجوشه تا به قوام برسه و توی این مدت مدام اطراف قابلمه رو آب لیمو میزنیم. این نکته رو باز هم بگم که میتونید براش شهد درست نکنید و فقط با عسل یا پودر قند شیرینش کنید. وقتی 5 دقیقه جوشید، باقی آب لیمو که 1 قاشق بود هم اضافه میکنیم و از روی حرارت برمیداریم و اجازه میدیم خنک شه. حالا بریم که خمیر رو آماده کنیم. اول روی سطح کار رو آرد پاشی میکنیم تا خمیر نچسبه. خمیر رو روش قرار میدیم و به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. نصف خمیر رو با وردنه به قطر نیم سانت باز میکنیم. اطراف خمیر رو با کاتر یا چاقو برش میزنیم تا کاملا صاف شه و به شکل مستطیل در بیاد. بعد هم به 10 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. وسط هر قسمت رو یه برش کوچیک میزنیم. این از مدل اول که به شکل مستطیلی آماده شد و اگه کاتر ندارید خیلی روش خوبیه. حالا دوباره سطح رو آرد پاشی میکنیم. نصفه دیگه خمیر رو میذاریم و با وردنه باز میکنیم. من برای باقی خمیر از کاتر شیرینی زبون استفاده میکنم. میتونید از هر کاتر دیگه‌ای که دارید هم استفاده کنید. بعد وسطشون رو مثل مدل قبلی برش‌های کوچیکی میزنیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن. اگه زنگوله کنارش هم بزنی، میتونی از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشی. توی یه قابلمه روغن میریزیم و اجازه میدیم تا داغ شه. مقدار روغن نباید کم باشه وگرنه شیرینی‌ها پف نمی‌کنن و خمیر میشن و روغن به خودشون میکشن. باید جوری باشه که توی روغن غوطه ورشن. حالا شیرینی‌ها رو دونه دونه توی روغن میندازیم. برمیگردونیم تا هر 2 سمتش به خوبی پف کنه و برشته شه. وقتی طلایی شدن از روغن خارج میکنیم. هر چقدر بیشتر سرخشون کنید شیرینیتون ترتر میشه. بقیه خمیرهای مستطیل شکل هم به همین صورت سرخ کنید. بعد هم روی دستمال میذاریم تا روغن اضافیش گرفته شه. شهدمون به این شکل در اومده و خنک شده. شیرینی‌های داغ رو داخلش میندازید. دونه دونه بندازید و هر سری 2-3 دقیقه اجازه بدید داخلش بمونه و بعد خارج کنید و روی آبکش یا توری قرار بدید تا شهد اضافیش خارج شه. برای شیرینی‌های مستطیلی هم من مقداری پودر قند روشون الک کردم. شما میتونید از عسل هم استفاده کنید. کمی هم خلال پسته. این شیرینی‌های ساده و فوری کنار یه چای داغ خیلی میچسبه. بافتشون هم عالی شده. آخه کی باورش میشه این شیرینی بدون فر و فقط با آرد و خامه درست شده؟ طعمش هم فوق‌العاده است. همراه باشید تا بریم بقیه شیرینی‌های خوشمزه رو هم درست کنیم که حتی از این هم راحت‌تر و فوری‌تره. برای شیرینی بعدی به یه بسته خمیر باقلوا یا فیلوی آماده نیاز داریم.
از بسته خارج و کاملا بازش میکنیم. اگه رژیم هستی و دوست داری شیرینی‌های بدون شکر و روغن درست کنی، روی لینک بالای همین تصویر بزن. به اندازه‌های طبق ویدیو برش میزنیم. من اول 3 تا برش عمودی زدم و بعد لبه خمیر رو برگردوندم تا شکل مثلثی بگیره و دوباره برش زدم. برای من از هر ردیف 3 تا در اومد. همه رو به همین صورت برش میزنیم. بعد هم توی سینی فر میچینیم. توی یک کاسه من 100 گرم کره رو ذوب کردم. با استفاده از قلم روی سطح خمیرها میزنیم. بعد برمیگردونیم و اون طرفشون رو هم به کره آغشته میکنیم. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 25 دقیقه میذاریم بمونه تا برشته و طلایی قهوه‌ای شه. توی این فاصله به مقدار مورد نیازمون خامه قنادی رو میزنیم تا فرم بگیره. اگه خارج از ایران هستید و خامه قنادی شیرین شده و آماده در دسترستون نیست، پیشنهاد میکنم آموزش کاملش رو داخل لینکی که بالای همین تصویر گذاشتیم ببینید تا یک بار برای همیشه یادش بگیرید. خمیرای باقلوا هم ترد و طلایی شدن. از فر خارجشون کردیم. اجازه میدیم تا کاملا خنک شن. حالا لای شیرینی ها رو باز میکنیم و از خامه‌ای که آماده کردیم با یه قاشق بینشون قرار میدیم. سطحش هم صاف میکنیم. همه رو توی یه سینی میچینیم و با خلال پسته و عسل تزیین میکنیم. یکی از تردترین، راحتترین و بی‌دردسرترین شیرینی هایی که توی خونه میتونید درستشون کنید. این شیرینی زبون هم که میبینید انقدر درست کردنش راحته که بعد این ویدیو سریع دست به کار میشی که درستشون کنید. حتی از بازاری هم بهتره چون به جای شکر با عسل درست میشه. برای درست کردنش نیاز به یه بسته خمیر 1000 لا داریم. اگه خارج از ایران هستید هم خیالتون راحت چون همه جا در دسترسه و قیمت چندانی هم نداره. فقط دقت کنید خمیر اگه یخ زده هست قبل از باز کردنش باید مطمئن شید که حتما یخش کامل باز شده باشه. بیش از حد هم توی دمای محیط نذارید بمونه چون به هم میچسبه و دیگه نمیتونید به راحتی بازش کنید. با استفاده از یک قالب شیرینی زبون و یا همون روشی که شیرینی اولو برش زدیم خمیر رو کاتر میزنیم. وقتی برش زدیم قسمت‌های اضافی خمیر رو ازش جدا می‌کنیم. حالا 3 قاشق غذاخوری عسل رو با مقداری زعفرون دم کرده ترکیب می‌کنیم. هم می‌زنیم تا کاملاً یک دست و کمی رقیق شه. بعد با استفاده از براش سطح نیمی از خمیر رو بهش آغشته می‌کنیم. باقی خمیرها رو هم روشون قرار میدیم به این صورت. اگه آموزش شیرینی و کیک‌های بدون فر رو میخوای ببینی روی لینک بالای همین تصویر بزن. بعد هم داخل سینی فری که کاغذ نسوز انداختیم با فاصله میچینیم. با استفاده از چاقو روی خمیرها رو یه برش کوچیک میزنیم. بعد دوباره روشون ترکیب عسل و زعفرون میمالیم. به دلخواه هم میتونید کمی کنجد بپاشید. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 الی 40 دقیقه میذاریم بپزه. وقتی بیرون آوردیم دوباره روشون از ترکیب عسل و زعفرون میمالیم. چون فرها از هم متفاوت هستن حتما چک کنید قبل از بیرون آوردنشون روشون کاملا طلایی قهوه‌ای شده باشه. به به حسابی پف کرده و فوق‌العاده شده. فقط شما تردی این شیرینی زبونا رو ببین، بافتش هم کاملا لایه‌ای شده. فوق‌العاده است. فکر می‌کردی درست کردنش به این آسونی باشه؟ همراه اکوکوک باشید تا بریم با هم یه شیرینی نارگیلی خیلی راحت، آسون و نرم که روی اجاق و بدون فر درست میشه رو هم یاد بگیریم. برای شروع 1 و 1/3 پیمانه آرد سفید رو توی یک کاسه بزرگ الک می‌کنیم. بهش 2/3 پیمانه پودر نارگیل، 1 قاشق غذاخوری پودر قند، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری پودر هل اضافه و مخلوط میکنیم. حالا یه بسته خامه صبحانه 200 گرمی میریزیم. مقداری هم زعفران دم کرده به دلخواه میریزیم و خوب هم میزنیم. مثل شیرینی اولی که براتون توضیح داده بودم برای این مدل هم میتونید به جای خامه پاکتی هوی کریم استفاده کنید. فقط چون رقیق تر هست حتما کم کم به آردتون اضافهش کنید که بیش از حد خمیر چسبنده و شل نشه. کمی که ترکیب شدن قاشق رو کنار میذاریم و با دست ورز میدیم تا زمانی که خمیر کاملا نرم و لطیفی به دست بیاد و به دست هم نچسبه.
اگه شل و چسبنده بود میتونید کمی آرد به مواد اضافه کنید. روی سطح کار رو کمی آرد میپاشیم. خمیر رو روش قرار میدیم. با استفاده از وردنه به قطر نیم سانت باز میکنیم. اگه وردنه ندارید میتونید از یه بطری استفاده کنید. فقط قبلش کمی آرد بهش بزنید تا به خمیر نچسبه. حالا با استفاده از کاتر یا هر وسیله گردی که دارید برششون بزنید. حتی میتونید به صورت مربعی هم با چاقو تقسیمشون کنید. داخل یه تاب روغن میریزیم و اجازه میدیم خوب داغ شه. اگه روغن داغ نباشه و خمیرها رو زود بندازید، روغن زیادی به خودش جذب میکنه. اما اگه حسابی داغ باشه، خیالتون راحت که اصلا جذب روغن نداره. اجازه میدیم هر دو طرفشون به خوبی برشته و طلاییشن. اگه میخواید روغن کمتری مصرف کنید، میتونید توی یه قابلمه خیلی کوچیک‌تر سرخشون کنید. به همین سرعت و بدون نیاز به استراحت و بدون تخم مرغ، شیرینی نارگیلی خوشمزمون هم آماده شد. میتونید به دلخواه روشون عسل یا پودر قند هم بریزید. بافت داخلشون رو هم ببینید که اسفنجی و پوکه. طعمشون هم واقعا عالی و بی‌نظیره. حتما برامون بنویسید کدوم یکی از این شیرینی ها رو بیشتر دوست داشتید. اگه درستشون کردید بگید که نتیجهشون چطور شد. نوش جان.